مرد درویش فقیری واردی سرتراشخانه شد. استاد شروع کرد، اما موی سرش نیمه مانده بود که مردی به جهل وارد شد. در اومد یک شپاتی در سر این مرد زد. گفت ای کلکدو، جا را خالی کن. درویش خیست، دیگر کرسی نشست. گفت استاد، موی سر و ریشی مرا به ترتیب بیار. پس کرد. وقتی که تمام کرد به کوچه برآمد. ماشین با سرعت بلند آمد زد. این مرد در همانجا جان به حق سپارید. همه مردم جمع شدند. استاد گفت ای درویش، در حقش دعای بده کردی. درویش گفت والله من قهر نکرده بودم و حتی حقم رو بخشیده بودم، اما کلکدو هم صاحب دارد. قهر صاحب کلکدو هم. دوستان، هیچ کس به صاحب نیست.